دستم را گرفت بالای قلب خود گذاشت و گفت ببین که چطور ضربان قلبم زیاد شده است. من هم فهمیدم و دست خود را داخل پیراهنش کردم. در یک محفل عروسی بودیم. خالیم گفت لباسهایم یادم رفته، تو همراه خالده برو با خانه و لباسهایم را بیاور. خاله هم تنها یک دختر دارد و نامش خالده است. بسیار مقبول است. رنگ سفید، موهای طلایی و لبهای زیبا و بزرگی دارد و اندامش هم بسیار مناسب است. تمام پسرهای فامیل ما دنبالش بودند، اما خاله هم فقط بالای من اعتماد داشت. اما باز هم هیچ وقت خالده را تنها نمیگذاشت. اما امروز مجبور بود که با من او را تنها به خانه روان کند. من به خاله هم گفتم درست است. عروسی در شهر نو بود و خاله‌ام در خیرخانه بود. من به خاله هم گفتم راه بیروبار است، شاید دیر شود. خاله هم گفت خیر است. من با خالده حرکت کردیم به طرف خانهشان. خالده آمد در سیت پیشروی موتر نشست در پهلوی من و چون بسیار مذاقی است گفت اینه دیگه، چقدر خوش باشی که ما امروز در موتر نشستیم. من گفتم خوش هستم ولی چی فایده؟ خالده گفت چرا؟ من گفتم نشستن فایده ندارد. کاش که نفری می بودی، باز او وقت مزه میداد. خالده گفت سگ نشو، زود برو که اگر دیر کنیم باز مادرم قهر می شود. من گفتم تشویش نکو، تشویش دیر رسیدن را نکو. من یک راه را بلد هستم که بدون بیروبار در 10 دقیقه به خانه می رسیم. وقت زیاد است. من دست خالده را گرفتم. او چیزی نگفت. دستم را بالای قلبش گذاشتم و گفت ببین که چطور ضربان قلبم زیاد شده است. من هم فهمیدم و دست خود را داخل پیراهنش کردم. او از این کار خوشش آمده بود و چشمهای خود را پوت کرد. تا وقتی به خانه رسیدیم من دستم را پایان برده و لباس پایانش را نوازش کردم. خالد خود را محکم کرده بود و آه و ناله می کرد. وقتی به خانه رسیدیم شاید 10 دقیقه نگذشته بود. کاملا خمار شده بود. هر دوی ما داخل خانه شدیم. خالد لباسهای مادر خود را در خریطه انداخت و گفت چقدر وقت داریم؟ من گفتم 1 ساعت. خالد مرا بغل کرد و لبهای زیبایش را به لبهای من گذاشت. من هم بغلش کردم و هر دو تا بعد از چند دقیقه یکدیگر را بوسیدیم. من پیراهن او را کشیدم و اندام نازک و زیبایش را برای اولین بار دیدم. اندامهایش بسیار و سفید بودند. من لبهایم را در بین خطش گذاشتم. خالده هم بسیار لذت می برد و سر مرا فشار میداد. من او را روی تخت خواباندم و خودم نیز بالایش خواب کردم. خالده بسیار حالتش خراب شده بود و لبهای مرا بسیار محکم میبوسید. کوشش کردم که تنبانش را بکشم، اما او گفت که چی میکنی؟ من گفتم یک کمی بازی کنیم. گفت تنها نازش بده. من گفتم درست است، اما گفت تنبان مرا نکش. من دست خود را داخل کردم و نوازش کردم و در همین حال لبهایش را میبوسیدم. بعد از چندین دقیقه یک بار خالده کاملا لرزید و بیحال شد. بعد چشمهای خود را باز کرد و گفت برویم که دیر شده. هر دو دوباره به هتل رفتیم و خاله هم نیز تشکری کرد و گفت آفرین، خیلی زود آمدید. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این داستان. لطفاً ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب نمایید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر به کانال ما سر بزنید. خدا نگهدار.